الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. عزیزان دل ما، نسخه از بین بردن غفلت. بعضی عزیزان سوال میکند که مولوی صاحب یا عزیزا، برادرم غافل است، یاد خدا هست، غافل از برنامه های دینی است، یا غافل از عبادت است، یا تنبل در برابر عبادت و در برابر احکام شرعی است. اینجا نسخه را با شما اشاره میکنه اگر شخصی از دین غافل و از راه راست گمراه شده باشد، دچار اعمال نامشروع شده باشد، این آیت را بخوانین. پروردگار و برکت این آیت انسان از راه بیراه به راه ساز و درست می آورد. بسیار جوانا تماس میگیرن، میگه که من در یک عمل نامشروع مبتلا هستم، معتاد شدم. امی معتاد شدن شاخه های مختلف داره. یک کسی معتاد عبادت است، عبادت در خود عادت گرفته. یک کسی معتاد نسوار است، یک کسی معتاد سیگار است، گفته ایرانیا. خود هر برنامه یک معتادیت داره. کسی معتاد مطالعه و درس است، کسی معتاد جماعت است، کسی معتاد ذکر است. خو هر کس هم در خود یک معتادیت داره. بین اگر شخصی معتاد افعال نامشروع شدن، کارهای ناپسند شدن، او را اگر خواستی به برکت یک دعا و یک ذکر خدا متعال به راه راست و به راه شرعی بیارد، از غفلت بیدینی بکشد و او را هوشیار دینداری بسازد و هوشیار دینی برش بدهد، این آیت را میگه بخوانین. اولئک علی هدی من ربهم. این آیتی یک جزئی از آیت سوره بقره است. اولئک علی هدی من ربهم، این میره سوره بقره هست. والله علم آیه 5 است. خب اولئک علی هدی من ربهم، اولا این گروه که به تو میگم ای رسول گرامی، علی هدی من ربهم، به هدایت پروردگارشان است که اصحاب را میگه، متقیان را میگه. اینمی دعا را 101 مرتبه بخوان و به آب شف کو تا 40 روز امیر ادامه داده برین. انسان غافل از دین را پروردگار به برکت این آیت چه میکند؟ براه شرعی و اسلامی سوقش میدهد. 101 مرتبه، 101 مرتبه اولئک علی هدی من ربهم را بخوان، به آب یا سر آب بخوان، به آب شف بکو تا 41 روز. در آب شف کو به انسان غافل بته، به آب شف کو به انسان بیرا بته، به آب شف کو و تا 41 روز انسان بخورد و نوش جان کند آب را، الله جل جلاله براه هدایت و راه شرعی او را می آورد. 1. دوم، نسخه رهایی یافتن از هر گونه درد و مصیبت. اگر دردی مرضی در وجودت داره، مصیبت های گوناگونی اگر داشته باشین، این آیت را بخوانین. آیه ای است: و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر. ای هم عزیزان گرامی از سوره انعام است. آیه 17. اگر کسی مصیبتی دارد، اگر کسی درد دارد، اگر کسی مشکلاتی در زندگی دارد، آیه 17 سوره انعام را بخوانین. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو یا الا هو و این یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر. این آیت را 7 مرتبه الی 11 مرتبه بخوانین و دستش را در جای درد که احساس میکند بگذارد و بدمد. اینمی آیت را 7 مرتبه یا الی 11 مرتبه بخوانین و این آیت که 11 الی 7 هرچی که از این دو عدد ذکر کرده بزرگوار در کتابش، 7 مرتبه دلت میخوانی، 11 مرتبه میخوانی. این را بخوان در اندام در جایی که دردی ایجاد شده و پیدا شده، باز بیننده شف کو به او جای درد دست را بگذار. پروردگار به برکت این دعای زیبا و دعای ملکوتی و آیه ملکوتیش شفا و دردتان را خاموش خواهد کرد و دیگه مصیبتتان را پروردگار، در مصیبت دچار شده این آیت را هم بخوان، یا در درد جان و جسمی مبتلا شده آیت را بخوان، الله جل جلاله شفا انشاءالله میبخشه. 2. سوم، نسخه برای همسریابی برای فرزند. بسیار از پدران و مادران خو مهربان هستند، موجود مهربان هستند. فرزندشان که بالغ شد و جوان شد،
آرزو دارد که باید به فرزندش یک عروس خوب و مناسب و زیبا و مقبول و با سیرت و با اخلاق پیدا کنه. سیرت مهم چیز است عزیزان من، سیرت مهم چیز است. من در شما یک مثال میتونم. یک گپ آمد، حضرت یوسف علیه السلام را صورتشان، زیباییشان به چاه انداخت. زیباییشان زلیخا را شفته و گرفتارش کرد. سیرت بسیار زیبا چیز است که انسان را از بلا و مصیبت نگاه میکنه. انسانی که سیرت داشته، یعنی اخلاق داشته باشه، زبانش، حرکاتش، همه برنامه‌هاش کنترل میشه. الله متعال چه میکنه؟ سیرت داره نصیب جوانای ما بگردانه. هم حسن و هم سیرت داشته باشه به فرزندان ما، الله همچون خانم نصیب کنه، خب کار خوبی است. ولیکن در این نسخه بیان همسری خوب پیدا کردن و مناسب پیدا کردن به فرزندان. پدرانی که فرزند جوان دارین، مادرانی که فرزند جوان داری، دنبال یک دختری که با نسب و با عزت و با اخلاق و با کرکتری هست، اگر همچون یک دختر میپالید، این آیت را بخوان، الله نصیبتان میگرداند. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، سوره نمل آیه 62. سوره نمل آیه 62. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. در حالت بخوانید تا این که مشکل حل گردد. این کام تعداد نداره. مادر جان پنوس از میوه جور کرده، میره دنبال عروس پیدا کردن به فرزندش. مادر جان عزیز، این میره بخوانو تا زمانی که برنامه خواستگاری تو آغاز کرده حل نمیشه، خوانده برو تا که برنامه خواستگاری دختری همچون مناسب فرزندت پیدا شد، تا پیدا شدنش خوانده برو. خوانده که رفت پروردگار برنامه های همچون یک دختر زیبا و مناسب به فرزندتان الله متعال به برکت این آیه مبارکه نصیب میگردنه، تا زمانی که موفق میشه مادر به همچون یک دختر خوانده بره. نسخه دیگری این نسخه برای موفقیت شدن در محاکمات. کسی جنجال ریاست های محاکم و قضاوت دارد، هیچ موفق در برنامه ها نمیشه، برنده دوسه خود نمیشه. عزیزان من، بیاین ما همیشه از مادیات استفاده کردیم، هزار دلار را در وکالت های مدافع عدوالا دادیم، وکیل مدافع و اینان، خب خیر است، مشکل ندارد. ولیکن چیزی از معنویت هم استفاده بکنین که اون ذات یکتا مالک قلب ها هست. اون ذات یکتا تغییر میده، قلب ها را آراسته می سازد. نسخه موفقیت شدن در محاکمات، اگر شخص میخواهد در دادگاه حقش ضایع نگردد، در دادگاه و در دعوا حقش ضایع نگردد، هر روز بعد از هر نماز این آیه را بخونه. هر روز بعد از هر نماز، 5 وقت نماز به دنبال خط 5 وقت نماز این آیه را بخونه. و قل جاء الحق و ضحق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این هم چی است؟ آیه 81 سوره بنی اسرائیل است. و قل جاء الحق و ضحق الباطل ان الباطل کان زهوقا. 133 مرتبه بخواند. واقعا اگر بر حق باشد در دعوای خود، امین خواننده ای آیت انشالله به نتیجه میرسد. ورنه اگر بر حق نباشه، با خودش با مقصد به مصیبت مبتلا میشه. دمی دعوا تو زی حق نیستی، با یک کسی ناحق دعوا میکنی. اگر این آیت را 133 مرتبه هر روز از دنبال 5 وقت نماز بخواند، موفق میشه، به حق میرسد، در نفش فیصله میشه. اگر تو ناحق بوده باشه، بازم از دعا استفاده میکرده باشه، خودت به مصیبت مبتلا میشی. عزیزان من، این چی بودک؟ این نسخه دیگری به خاطر موفق شدن در دعواها و در محاکم و در قضاوتها. یک نسخه دیگری هم براتون اشاره کنم عزیزان دل، که این هم امروز ما دوچار همچون مشکل هستیم. ان شاء الله از این نسخه استفاده بکنین، الله متعال ان شاء الله ما شما را از این مشکلات حل میگردانه. نسخه رهایی از مشکلات رزق. این سرمایه و رزق و نفقه مشکلاتی هست، کمی ها و کاستگی های هست. اگر شخص میخواد از تنگی رزق بیرون بیاید و یا این که نیاز به خوردن چیزی جدید دارد، این آیه را بخواند. مثلا میخواهد مشکلات اقتصادیش حل شود و رزقش نفقش خوبتر و بالاتر برود، یا این که بیچاره اما خوراک متفاوت نداره، گوناگون غذاها را بیچاره برآورده کردن نمیتواند، غذاهای جدید هم اگر دلخواه خواسته باشه الله برتان نصیب میگرداند و مشکلات اقتصادی حل میگرداند. این آیت را بخوانین. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. 7 مرتبه بخوانه و با سوی آسمان دعا بکنه و شوف این رقم هم بکنه. گفته به یک روایت خب بالاخره دعا بکنه. این آیت را فقط 7 مرتبه بخوانه. این آیه 114 سوره مائده هست. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. 7 مرتبه بخوانه. ان شاء الله پروردگار رزقشان هم زیاد میکنه، مشکلات اقتصادیشان هم برطرف میکنه و رزقهای جدید پروردگار برشان نصیب میگردانه.